بینندگان عزیز، ما الان در سرای سعدالسلطنه هستیم. دوست ما از کره جنوبی تشریف آوردن و میخوان که مصاحبه‌ای داشته باشن. و حاج آقا اسم شریفتون؟ من شیشه‌گر هستم. آقای شیشه‌گر هم میخوان ترجمه کنن که دوست ما دارن چی میگن. آقای شیشه‌گر اوکی؟ اوکی، بله بله. خب بفرمایید. 오세도 오사 토토 사 حمام قجر. 토로 토 셔토 하죠 오사 오토 토샤 yes اوکی. سعدالسلطنه، بازار وزیر سعدالسلطنه. 버 셔타 버 셔소파 하 토파 자 yes اوکی. کاخ چلستون، کاخ چلستون شاه تماسب. 오 오쇼 셔 셔토 버 포토 yes بازار وزیر. دوست دارم. آها دوستی که فاهمی الهام با عوضش دو تا فن کاراته ما یاد بده. خب خودتون رو معرفی کنم. امیرحسین گروسی هستم. آقا ما یه شوخی با آقای شیشه‌گر کردیم. گفتم آقای شیشه‌گر این دوست ما از کره اومده، هرچی میگه شما آثار باستانی قزوین رو بگو. دمت گرم آقای شیشه‌گر. خیلی لطف کردید. ما مخلص شما. به همچنین یه دونه قزوینی شعر برای ما بخوام. قزوینی بلد نیستم شعر. قزوینی شعر بلد نیستم، اما یه لهجه خوب قزوینی بلدم. بگو. که اصطلاحاً کسی بهشون لطف بکنه یا یه خوبی در حقشون بکنه، یه تیکه‌ای دارن به نام این که میگن کلفتتم ببم هی اینن گلی عمرت مثل گل نباشه. جان دلی جان دلی. آقا دمت گرم، مرسی. اوها یوها